بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همسایه بینندگان عزیز. من آیا سایه عزیزی تو انتقاد داشت می‌خوام این سوالمون رو مطرح کنیم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من رضا هستم، از خوزستان مزاحم میشم. آقا رضا از خوزستان. آقا رضا میدونید که روال برنامه بر این است که شما باید در مورد کلیپ های ما صحبت بکنید. قزوینی دروغی رو آقا رضا قزوینی دروغی رو به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نسبت داد که سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه. ما اینجا ثابت کردیم که آقای قزوینی یک دروغگوی هیله‌گر و مکار است و این تهمت و دروغ رو به شیخ الاسلام ابن تیمیه بسته. نظرتون در این مورد چی؟ خب اجازه میدید من شما حافظ قضیه تعدیل کردیم من تعریف آقای محترم گوش کن رضا جان، من نمیدونم با چه زبانی باید صحبت بکنم. شما آخوندا به کدوم زبان میفهمید؟ من واقعا موندم. فارسی فصیح دارم بهت میگم. برادر عزیز آقا رضای خوزستانی، حالا اگر خوزستانی باشی، شما در مورد دروغی که آیت الله دکتر حسینی قزوینی هیله‌گر مکار به شیخ الاسلام ابن تیمیه نسبت دادن نظرتون چی است؟ بفرمایید. آیا انصاری شما من جوابتون رو میدم. شما هفته قبل تحدی کردید، میخوام جواب تحدی رو بدم و همین جواب میدم که معلوم بشه هیله‌گر. اینو بگو. ببین من قول میدم آقای محترم، من قول میدم جلوی همه بیننده ها که من به شما اجازه خواهم داد که شما جواب تحدی من رو کامل بدهید. لطف کنید اول در مورد دروغ آقای قزوینی صحبت کنید. بفرمایید. من اگه بخوام در مورد صحبت کنم شما را به بیراهه نیست. تو میگی من جواب تحدی تو میخوام بدم، به خاطر همین میخوای وقت رو بکشی. خب اجازه بده جواب تحدی تو بدم. منم درباره آیت الله قزوینی فخر شیعه خواهی چشم شما هم صحبت خواهم کرد. آقای قزوینی قول میدی گوش کن آقا رضا. من یک لحظه شعار نده. این کتاب منهاج السنه است. این کتاب منهاج السنه اینجا جلوی من و شما در مورد دروغی که آقای قزوینی گفته صحبت بکن. فقط یک کلمه آقای قزوینی دروغ گفته یا نگفته؟ اگر نگفته به چه دلیل و اگر گفته چرا گفته؟ بعد از اون من به تو جلوی میلیون ها بیننده قول میدم که در مورد تحدی هفته گذشته من صحبت کنی. خوبه؟ من قول میدم اول اجازه به تحدی تو جواب بده. قول میدی شعار نده آقا رضا. قول میدی؟ بله قول میدم. باش. بینندگان شاهد باشید، یک آخوند رافضی آقا رضا قول میده که در مورد دروغ قزوینی صحبت کنه. بسم الله. اولا من اگه آخوند بودن افتخار میکردم، ولی همین که میتونم آخوند نه یک شیعه. شما مردان هزار چهره هستید، هر روز چهرهتون عوض میشه. بر صورت الان شما خواستی در مورد تحدی هفته گذشته من در مورد تحدی من صحبت بکنی. بسم الله. چی گفتم؟ من چه تحدی کردم؟ آقا رضا حاشیه نرو، خواهش میکنم. وقت بینندگان رو ضایع نکن. گفتی که در مورد تحدی من صحبت میکنی و بعدش هم قول میدی که در مورد قزوینی صحبت کنی، درسته؟ چشم. شما هفته قبل گفتید که در کتاب معارف القرآن حضرت علی علیه السلام هیچ توسل به پیغمبر نکردن و هیچ انتقادی به توسل پیغمبر نداشتن. این درسته یا نه؟ این تحدی شما بود یا نه؟ نه دروغ داری میگی آقا رضا. تحدی من رو میخوای بدونی؟ داری دروغ میگی آقا رضا. آقا رضای عزیز، آقا رضا داری دروغ میگی. تحدی که من کردم الان برات میگذارم. گوش کن احمد جان، پخشش کن اینو.
سلامت باشید. همین احمد آقایی که لحظات پیش هی داشت سیانمایی میکرد، برادر گرامی یک لحظه تشریف داشته باشید رو خط. آقایی که شما رنگتون تغییر کرده، فلان کرده، این کرده. همین آقا من تحدی میکنم که بیاره از کتاب معارف القرآن یک روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله که گفته باشه وسیله جایز است. اینها حالا طرف شیعه است، میخواد از کتب اهل سنت اعتقاد خودش رو ثابت بکنه. میگم از نهج البلاغه بیار، از کتابای معتمد حدیث صحیح از حضرت علی بیار که گفته باشه یا ایها الشیعه به ما متوسل بشید. شنیدی آقا رضا؟ بله چشم، من همین رو میخوام دعوتی شما رو اینجا بدم. این کتاب معارف القرآن، من چی گفتم؟ شما الان به من دروغ بستی، گفتی که من تحدی کردم که از کتاب معارف القرآن. من گفتم از ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله، چون که احمد آقا موضوع بحثی که با ایشون داشتیم گفت که آیه وابتغوا الیه الوسیله رو شما یک لحظه گوش کن پسر خوب گوش کن. شما تحدی من این بود که از ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله در تفسیر معارف القرآن یک روایت از سیدنا علی بیار که گفته باشه به من متوسل بشید. خوبه؟ خب ببین الان این معارف القرآن و اینم آیه آقای محترم، اینم آیه وابتغوا الیه الوسیله در کدوم صفحه؟ بفرما احمد جان نشون بده. کجا؟ کتاب القرآن محمد شفیع عثمانی. خب با ترجمه آقای حسین پور اومده که حضرت علی از وقتی که پیامبر گرامی اسلام را میخواستن دفن کنن، آقا کدوم صفحه، کدوم آیه، کدوم جلد؟ آیه انصاری. این کتاب فارسی آقای محمد شفیع عثمانی. بابا جان کتاب جلوی من هست آقای محترم. تحدی من آقا رضا تحدی منو متوجه شدی چی بود؟ من چی گفتم؟ تکرار بکن. شما همون آیه رو سرچ کنید تو این کتاب میاد، مشکلی نداره. ببین این کتاب آقای محترم آقا رضا من در تحدی گفتم که در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله یک روایت از حضرت علی بیارید که گفته باشه به من متوسل بشید. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ جواب من رو بده. درسته یا نه؟ درباره همین آیه درباره چیه؟ خلاص در مورد همین آیه. این آیه وابتغوا الیه الوسیله کتاب معارف القرآن، اینم آیه وابتغوا الیه الوسیله. بفرما در کجاش اومده؟ آیا انصاری کتاب معارف القرآن ترجمه آقای حسین پوره. خب من ترجمه فارسی که دارم که اگه شما که حسین پور خیلی هم بیشتر از شما حالی که والله منم امینو دارم. این ببین، این گوش کن آقای محترم. تفسیر معارف القرآن دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور، مدیر و سرپرست حوزه علمی عین العلوم گشت سراوان. خوبه؟ اینم صفحه 386 همین کتاب. اینم آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. بفرما در کجا اومده؟ خب میگه حضرت علی علیه السلام کجاش اومده؟ صفحه چند؟ کدوم صفحه؟ صفحه که من یادم نیست. خب شما نمیدین صفحه رو بیارید. دروغ میگی آقا رضا محترم. بابا گوش میکنم. شما برنامه حجت الاسلام یزدانی رو هفته گذشته دیدی؟ ایشون یک دروغی رو گفت. شما گوش کن. ایشون یک دروغی رو گفت، تحدی من رو پخش کرد، یک دروغی رو گفت. اصلا در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله هیچ روایتی در مورد توسل از حضرت علی وجود نداره. من تحدی میکنم ایشون یک دروغی رو گفت، شما هم رفتید از اونجا گرفتید. فقط یک 10-15 دقیقه صبر بکنید، من انشالله این رو مفصل نشون خواهم داد، همین دروغی رو که یزدانی گفت. آقا رضا وقتی یک چیزی رو نمیدونی نیست. شما مرد باشید. مرد داشته باشید. غیرت داشته باشید. آقا کلیپ افتاد یزدانی رو پس بکن. مرد دارید جوابشو بده. مردانگی دارید، سرست دارید، غیرت دارید جوابشو بده. من الان پخش میکنم.
اگر مثل که یه دروغون ناسبی کتاب برای همین آوردم. ببین من این کتاب آقا رضا، من این کتاب معارف القرآن رو برای همین آوردم که امشب دروغ یزدانی رو به همه بینندگان نشون بدم. الان شما حتی نمیدونی که در کدوم صفحه در کجا این مطلب اومده و من تحدی میکنم، گوش کن، بازم تحدی میکنم به قزوینی و یزدانی و ابوالقاسمی و همه 200 کارشناس شبکه ولایت، اگر از ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله یک روایت از امام علی آوردن از معارف قرآن، هر چه شما بگید قبوله، من اصلا این شبکه رو میبندم میرم. خوبه؟ دروغ میگن. یعنی آیه 44 سوره النساء آیه قرآن نیست، کلام خدا نیست؟ مگه حضرت علی علیه السلام چه به 44 استناد کنه؟ آیه 44 سوره النساء کلام خدا نیست، کلام حضرت علی شرع داده، اینو درباره وسیله انجام داده. ولی چه فرقی میکنه کلام خدا و کلام خدا؟ این روایتی که آقای محترم آقا رضا جان، دوست عزیز، برادر عزیز، من بنای دعوا با شما رو ندارم. در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله این روایتی که شما میخونید نیست، در آیه دیگه است. یاد بگیر آدم خوب، پسر خوب، گوش کن. وقتی که میری شبکه ولایت نگاه میکنی، کلیپ من رو که پخش میکنن دقت بکن. اون بیشورا همینقدر عقل نداشتن که همون قسمتش رو حذف کنن که من میگم ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله. در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله این روایتی که شما میخونید نیست. در ذیل، الان بهت بگم، در صفحه 44 تفسیر معارف القرآن در ذیل آیه 64 سوره نساء هست. در قضیه استغفار است. در قضیه توسل ذیل آیه توسل نیست. متوجه شدی؟ آیا انصاری کلام خدا، شما از کلام خدا فراری میکنید، چه فرقی میکنه؟ من کلام الان آقای محترم، الان ثابت شد که در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله این مطلب وجود نداره، درسته؟ الان شما مردانگی، غیرت و شهامت داشته باش، در مورد دروغ قزوینی صحبت بکن. قول دادی به بیننده. بسم الله. من نه صحبت میکنم، ولی مگر آیه 44 سوره نساء کلام خدا نیست؟ اونو قبول دارم، مفصل در موردش صحبت میکنم. آیا شما قدامه مغربی بیشتر میفهمی؟ اونو قبول دارم بابا جان، تو نمیدونم به چه زبانی میفهمی. آقا رضا گوش کن، اونو قبول دارم، حدیث هم هست، از حضرت علی هم هست روایت، اینجا نشون خواهم داد. اما در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله نیست، آنطوری که بیننده احمد آقا ادعا کرده بود و یزدانی سیانمایی کرد برای مردم. شما الان شهامت و غیرت و مردانگی داشت. مرد باش آقا رضا، مرد باش، نشون بده به من قزوینی رو در مورد صحبت کن. قول دادی به بیننده. مرد باش، صحبت کن در مورد قزوینی. فقط اینجا شما خلقت و روسیات داری که حضرت علی علیه السلام به آیه آقا رضا خواهش میکنم مرد باش، 1 کیلو باش، مرد باش، در مورد قزوینی صحبت کن. بسم الله. قول دادی به بیننده. نه به خدا صحبت میکنم، فقط بگو صحبت کن. صحبت کن. بسم الله. محکوم شدی حضرت علی علیه السلام تصمیم را قبول داشتی یا نه؟ به پیامبر توسل کرده یا نه؟ نه توسل نکرد. در کجا گفته؟ توسل نیست. اصلا تو روایت رو نمیدونی که چی است. حضرت علی من تشکر میکنم آقا رضا 1 کیلو باش، مرد باش. اگر میخوای که در بلک لیست شبکه نندازمت، تلفن تو سطل آشغال نندازم، الان قول دادی به بیننده که در مورد دروغ قزوینی صحبت میکنی، صحبت کن. این همه مردانگی و شجاعتی که ادعا میکردی کجاست؟ 1 کیلو غیرت که داشته باش در وجودت. ما مردانه داریم، غیرت داریم، شرف داریم. بسم الله. 1 2 3 در مورد دروغ قزوینی. بسم الله. در مورد دروغ قزوینی فقط یک کلمه حرف این ور اون ور بکنی، دست من رو دکمه تلفن است. 1 کلمه حرف خارج از قزوینی بزنی صدا تا قطع میکنم. در مورد قزوینی من در مورد استاد قزوینی چه اجازه بده در مورد استاد قزوینی هم صحبت کنم. شما فرض نیستی. بیا همون دروغ آیه. ببین در کتاب اون آقای ناصبی ابن تیمیه اومده اول سران مذاهب کم داره اشاره میکنه. در کجا؟ این کتاب منهاج السنه است. در کدوم صفحه؟ در کدوم جلد؟ در کدوم میگم در کتاب منهاج السنه یادداشت کن. کدوم صفحه؟ کدوم جلد؟ بگو. همینجا جلوی من است. انا شافعی منشر میگم
یادداشت کنید. انا آخرین سال شما سرچ بکن ببینید تمام همه را تفصیل کرده یا نکرده. تشکر. بینندگان ببینید این غیرت یک رافضی است. ببینید قرار بود که در مورد دروغ قزوینی صحبت بکنه. والا من بی غیرتر از شما آخوندا کسی رو ندیدم. قرار بود در مورد اینکه ابن تیمیه گفته باشه که سران مذاهب اهل سنت کافر و زندیق هستند، در کجای کتاب منهاج السنه اومده؟ بسم الله. همون اصل مذهب رو بیار شما، همون کتابی که شما استفاده کردی، همون چیزی که گفت اصل مذهب انتقاد کن، بیا همون رو بیار. تو قبل درباره نظر آقای صدرستانی رو صحبت میکنه. دروغ میگی. بخون در کجا گفته؟ بخون. تو که ادعا میکنی که گفته، در کجا گفته؟ بخون. بسم الله. همون صفحه‌ای که شما استفاده کردید بیا. تو کتاب رو که من تو کتاب کدوم صفحه‌شو باز کنم؟ کدوم صفحه‌شو باز کنم؟ بسم الله بگو. این جلوی من کتاب. کدوم صفحه‌شو باز کنم؟ فلان مذهب زنادقه اصلا همون که برای اصل مذهب. اون سرچ در میاد دیگه. تو میگه تو سه هفته برای ویرایز میدن رو اون. حالا میگه کجاست من کردم؟ همون رو بیا دیگه. بخون. این آوردم. احمد جان نشون بده. بذار من معلوم نگاه بکنم. بخون. این اصل انصاری ببین داره گفتگو ابن تیمیه که میخواد. بیا رضا آفرین باری الله. بیا رضا بخون. از پاراگراف اول که میاد درباره آقای صدرستانی صحبت میکنه، در کتاب الملل والنحل داره صحبت میکنه، درباره ایام هلی خارج پس داره صحبت میکنه. خب وقتی که توضیحات میده بعد میگه و اصل مذهب. خب اصل مذهب یعنی اون که مذهب و بنا نهاده های آقای بله قطع کرد آقا. این کتاب منهاج السنه است دوستان عزیز. این قال الرافضی، اولی کتاب احمد جان نشان بده. میگه قال الرافضی و قد ذکر شهرستانی و هو من اشد المتعصبین علی الامامیه. میگه رافضی گفته که شهرستانی ذکر کرده که از متعصبین شدید هست بر مذهب امامیه. کلا قضیه روافض رو ذکر میکنه، جوابشو میده، بعد میاد تا اینجا. در اینجا میگه که ولیس فی الطوائف اکثر تکذیبا بالصدق و تصدیقا بالکذب من الرافضه. از در بین همه طوائف کسانی که دروغ میپندارن صدق را و تصدیق میکنن دروغ را مثل رافضه پیدا نمیشه. فان رؤوس مذهب و ائمه الذين ابتدعوا و اسسوا كانوا منافقین زنادقه. رؤوس مذهب روافض و ائمه‌ای که اینها را تأسیس کردند و این بدعت رو آوردن منافقین و زنادقه بودن. کما ذکر ذلک من غیر واحد من اهل العلم، چنانچه که تعداد زیاد از اهل علم این مطلب رو ذکر کرده. و خلاف خوارج و غیره است. و همچنین لهذا رؤوس المذاهب الذي ابتدعوا لم يقل احد انهم زنادقه و منافقین. میگه که رؤوس مذهب مرجئه و خوارج و غیره رو کسی نگفته که زنادقه و منافقین هستن، به خلاف رافضه، به خلاف روافض. فإن رؤوسهم كانوا كذلك، که رؤوسشون اینطوری بودن. و اصل المذهب و اصل این مذهب رافضی انما ابتدعوا زنادقه و منافقون مرادهم افساد الدین. اصل مذهب رافضی رو بدعت رو زنادقه و منافقین آوردن که مرادشون افساد دین اسلام بود. این مطلب در اینجاست. خیلی متاسفم آقا رضا، یک جو مردانگی ندارید شما رافضی ها. یک جو، خیلی بدبختید. یک جو مردانگی در وجود شما یافت نمیشه. قول دادی که در این مورد صحبت بکنیم. من این دروغی که به ابن تیمیه استاد شما قزوینی بس اینو ول نمی‌کنم. در هر برنامه زنده نشون خواهم داد این کلیپ رو و هر کدوم از شما آخوندهای رافضی که زنگ میزنید بعد در این مورد صحبت بکنید. آخرش هم قطع میکنه، فرار میکنه، میره.